با سلام. این اولین ویدئوییه که میخوام برای یوتیوب درست کنم. البته من اولین بار یک کتابی نوشتم به نام خورشید همیشه غروب میکند. این حدود تاریخ ایران نمیدونم، به تاریخ فارسی، ولی سال 2011 این کتاب من چاپ شد در ایران. متاسفانه یه سری صفحاتش حذف شد که مجوز بگیره و تصمیم داشتم که دوباره کتاب دوممو بنویسم به نام و سالها پس از غروب خورشید. حدود 4 سال پیش این تصمیم رو گرفتم، ولی متاسفانه مشکلاتی که برام پیش اومد این بود که متوجه شدم که خیلی سرگیجه های مداوم دارم و میخواستم بیام ایران. این سرگیجه ها رو مدتی بود داشتم ولی بهش اهمیت نمیدادم و اون سال تصمیم گرفتم بیام ایران که مصادف شد با یه شلوغی در ایران و یه دختری کشته شده بود به نام مهسا امینی. به همین خاطر من اون سال نیومدم ایران و به خاطر سرگیجه های مداومم مجبور شدم که به دکتر خودم، به پزشک خودم برم و بگم چرا من سرگیجه دارم. و به طور خلاصه میگم پس از آزمایش‌های متعدد پزشکم به من گفتش که تو مبتلا به سرطان هستی. البته خب خیلی پروسه طول کشید تا متوجه شدم من تومور بدخیم در روده هام وجود داره و این تومور بسیار بزرگ شده و طول میکشه تا این تومور رو باید اول استرولینگ یعنی برق بذارن و بعد از اون دوره‌های شیمی درمانی من شروع بشه تا بتونن این غده رو کوچیک کنن، بتونن درش بیارن. و خب همون مسائل باعث شد که من نتونم کتاب دومم رو بنویسم و قبل از اونم تصمیم داشتم که یه بیوگرافی از زندگی خودم درست کنم و پسر من میلاد تصمیم داشت که یکی از دوستانش که توی تلویزیون ملی نروژ کار میکرد برای من این فیلم رو درست کنه و تکس هم بذاره که اون تکس مثلا به زبان انگلیسی یا نروژی یا به زبونی ترجمه بشه، که متاسفانه بیماری من همه چیز رو کنسل کرد. تو این کتاب من زندگی خودم